مطمئنم این سوخاری رو تا حالا نخوردی. صداشو شنیدی؟ بیا تا خوشمزه و جدیدترین روش رستورانیش رو بهت یاد بدم. پیازها رو پوست بگیرید، خرد کنید و با میکسر یا چرخ گوشت چرخ کنید. داخل تنظیف یا توری بریزید و حسابی فشرده کنید تا آبش گرفته شه. پیاز آب گرفته، ادویه ها، پودر سوخاری، تخم مرغ، نمک و پنیر پیتزا رو با هم مخلوط کنید. ادویه ها رو داخل کپشن گفتم. توی قیف بریزید، روی سلفون یا نایلون به این شکل میبینید قیف بزنید و توی فریزر بذارید. من از پودر پانکو رنگی برای سوخاری استفاده کردم. بعد از اینکه از فریزر بیرون آوردید و کاملا منجمد شده بود، داخل آرد، بعد تخم مرغ زده شده و در آخر پودر سوخاری بغلتونید. توی روغن داغ شناور یا نیمه شناور به این شکل که میبینید بذارید و سرخ کنید. حواستون باشه زیاد سرخ نکنید چون رنگ سوخاریتون تیره میشه. این پیاز سوخاری های جدید و خوشمزه رو با سس مورد نظرتون نوش جان کنید. لایک یادت نره.